اگر جیش کنی پارت میکنم، جرت میدم. کدوم ساعت 3:30 صبح حرکت میکنه؟ من 3 فکر درست عقل از کجا میاد؟ چه داری به من اینجوری میگی؟ اصلا نمیفهمم اصلا این موزیک آدم تو خلوت خودش چرا باید گوش بده؟ یکم سرده واقعا. پیغامی دارم به نیمه گم شدن. باتری ماشین من خوابید و من باید شروع کنم. سلام، آتوسا هستم. سلام آتوسا نیستم. سلام آتوسا نیستش. نوید هستش. سگ. ساعت چنده؟ کدوم ساعت 3:30 صبح حرکت میکنه؟ من 3. خیلی علاقه داری؟ سلام، خوبین؟ داریم میریم مسافرت. بذار من یه ذره براتون تولید محتوا کنم، تشبیه بدیم. وقتی که سفر میخوایم برین، خب همیشه یادتون باشه هر کی بهتون گفتش که صبح زود نرین به حرفش گوش نکنین. همیشه صبح زود حرکت کنین. صحنه زیادی هستن که دارن میرن سفر. ما بعد از سفر لوط مدت زیادی بودش که سفر نرفته بودیم. بعد به خاطر مسائل و مشکلاتی که پیش اومده بود با همت نویدی و حمایت دوستان تونستیم که سفر جور کنیم. آقای دکتر هستن، دندون پزشک جمعمون. اگه مشکلات دندانی، لامینیت، سفید کردن، پر کردن، عصب کشی داشتید میتونید 0912 ایمپلنت دلاری 0912 نمونه کار لیویلیا پلاسی انجام میدن و صحنه‌ای که مشاهده میکنیم بس. ساعت 5:05 است و ما یکم سرده واقعا. ساعت 5:05 است. ما آره 10% شارژ داره مثل همیشه. شارژ داره. سلپکول بابایه ناناسیه. سلپکول بابایه بابالین دوست بسه. 5:05 است. باشه یه لحظه وایسا. خراب شد. 5:05 است و ما بومهنیم تقریبا. از پردیسیم دیگه، خروجی پردیسیم. ببینیم فکر کنم با این حالت ساعت 9 اینا میرسیم. دیدیم که داریم میستیم. نوید رفت از اینا گرفت بخون چیه اسمش؟ فطیر پیازی. حرکت داریم به روستای کرسام نزدیک میشیم دیگه. از مسیر اصلی خارج شدیم، اومدیم توی خود روستا. میبینیم بعدش میفته، وسطش میفته، کجاش میفته. مشخصاً مسیر مناسب استاد ساندرو نیست. بریم هلش بدیم، پر گل بشیم. وافل برد و برو بزن زیر پای. نه بابا هل بدیم، هلش بدیم میره. الان دوباره میتپه. از گل متنفرم. آخه اصلا این که مسخره است، اصلا گل نیست برای ماشینای ما، اونا میسورن. مثلا گاز نمیدن به ماشین، خودش داره میره. شما فکر کنین ما داریم با جیمنی میریم.
چرا؟ خب پاجیرو هست دارم. دیگه. جیمنی با دودره هوش مصنوعی برات درست میکنن. یه جیمنی دودر خاکستری دارم. من اومدم، من دارم رانندگی. باش به زودی. یه پراید اون تهه ببینیش؟ آره ولی گفت بکره خداییش. بکر. مثلا نه به انتظار داشتم الان کلی آدم اینجا باشه دیگه، ولی نیست. کلی آدم. اینا خودمونن. اینا خودمونن؟ نه خب کلی این یه دونه ماشینه بنده خدا. اون چیه اون قرمزه؟ اون انوه. اون برو نگاه. نه بکر نیست. بریم شروع کنیم. بیا زیپو آزاد کن برام. نه وسطه. زیپا وسط. ببین یه طرفش گلیه، اونو بذار سمت پایین. اشارش بده یکم. وایسا من بیام کنار. خیلی رفتی. این کوتاهی که دستته. بلند برداشتم ها. نه اصلا زخامتش ها معلومه. بده. یه بلند بده. خب دوستان عزیز، همطور که میدونی میکروفونم روشنه دیگه. توی راه خیلی پیچ در پیچ بود. بعد یه ذره من حالت هوا گرفتم چون دیشبم نخوابیده بودم. شما اگر که از اینا گیرتون اومد یه موقع بگیرید حتما. 2 مچ بنده که حالت تب سوزنی به این نقطه ها فشار وارد میکنه. اینا باعث میشن که شما دیگه اصلا حس سرگیجه و این حالتهای اینطوری رو نداشته باشین. اصلا اسمشون هم مچبند موشن سیکنسه و من توی حالا ایران ندیدم ازشون، ولی اگر که آنلاین شاپ دیدین از اینا بگیرین، اگرم که تو ایران دیدین که فقط بگیرید. یعنی من انقدر سریع خوب شدم، فقط اینجا هم یه ذره قرمزه که خوب میشه. بای. این شد محل کمپ ما. ببینید خیلی دیگه دنبال لوکیشن بکری که آب کنارش هست، مسیرش هم خیلی سخت نیست، نباید بگردیم تو شما. برای یه تعداد ماشین دیگه کنارمون هستن، ولی خب نه بالین اگر جیش کنی پارت میکنم، جرت میدم. یه آدم کنترلش کنه، اصلا غیر قابل کنترله. معلوم نیست حتی اینا رو گذاشته ردش. مثلا دیگه از فرداش 3 هفته طول میکشه تا نتیجهشو ببین. انقدر سیستم دست شستن سطل آشغالمون دیگه با این میز انجام میشه و اون سطل آشغال کایوت. خیلی چیزای باحال و کاربردیه دیگه. اصلا نمیفهمم اصلا این موزیک آدم تو خلوت خودش چرا باید گوش بده، بعد چرا تو ماشین خودش چرا باید گوش بده، بعد چرا باید بیاد تو طبیعت گوش بده. از کاوره ها بازم آف. این هم غذای روز اولمون، آفکوک استانبولی پلو. با این لحجه البته نیست. استانبولی پلو. چون خیلی خسته ایم و دیشب نخوابیدیم، گفتیم امروز ظهر نهار آفکوک بزنیم دیگه. از امشب شروع به آشپزی میکنیم. آره آبجوش میریزیم توی ایشون به میزان لازم و یه رو بعد آماده خوردن یه برنج مجلسی. فکر درست عقل از کجا میاد؟ از اینجا. چه داری به من اینجوری میگی؟ تو که نکردی، من کردم این کارو. شما آبجوشتون رو از صبح میاریم با خودتون،
که اینجا درگیر درست کردن آب گوشت. نریزه رو. چند سیسی باید بریزیم؟ نمیدونم، معمولا بریز تا لب به لب بشه باش. بالی مورو کنار آب جوشه. بچه ها هم پلوتون دارید ها؟ میخوام پلوتون قاطی با درست کنم. پلوتون قاطی یعنی چی؟ یعنی که با خودش با هم دیگه دم بکشه. آها لاپولویی تون. بیا خودت برو اینو درش بیار با چیزش برو، نزنی تو سرش. اومدم الان برات انجام میدم. تو اینجا چیکار میکنی بارین؟ صدای ترقه اومده، ترسیدی؟ منطقه امنش این قسمت صندلی عقب ماشینه. چه اینجا چه روی هپی کمپ. هپی هستی روی هپی کمپ. نذاری اینا. چرا؟ نذار دیگه. برات اسپانسری آمیکو میگیرم با این. بابا من هرچی نشون میدم آقا تو رو خدا اسپانسر من شید. ماسخیار کاله خیلی خوبه. کاله واقعا دمت گرم. من چون خودم رشتم تغذیه است، به نظر من یکی از بهترین برندهای مواد غذایی ایرانه. هم مواد غذایی هم مواد ورزشی. دیگه کاله اگه بعد این اسپانسرمون نشی نت. کاله من دوست دارم بیام اونجا براتون کار کنم. به به. یکم قاشق بزن توش ببینم چه شکلی شده. قاشق ماستی باشه اشکال نداره. نه. خوب شده؟ نرمه؟ به نظر که خیلی خوب. بریز ببینیم. به به. آخه چقدر شیبش کمه واقعا. خور شیبه. من نگاه کجا نشستم. دارم از افعال معکوس استفاده باید اینو برتر. خوبه. بالین هنوز تو ماشین ترسیده؟ نوشابه یخیه. گرما پیام نوبتتون می‌کنم میشه ها. به تازگی خریدیم. مبارکه. چقدر خفنه. آره اینجوری میندازیمش الان رو سقف چادر نشونتون میدم. بالین قیافه بچه ها رفتن بخوابن. همیزه قیافه رو نگاه. قیافه استراحت میکنی. پس بچه‌م چی بخوره الان؟ مامانش میخواد بخوره به جای غذا. کولر داریم، جای عینک داریم، جای کلید ماشین. جای کلید ماشین داریم و اونجا دریاچه داریم با انگشتان زیبا. ما چون دیشب و واقعا نخوابیده بودیم و 6 ساعت تقریبا مسیر داشتیم دیگه. به محض اینکه رسیدیم ناهار رو زدیم. فقط نگاه کن. وایسا یهو میاد وسط ویدیو. بنابراین بعد از ناهار یه چرتی رو زدیم و کمپ خیلی پروپیمونی هم نزدیم، در حد میز و صندلی و سایبون و چادر، تا دیگه شب تمام وسایلمون رو باز کن. اینم تا به الان کمپمون و اون دریاچه خوشگل. بخاریه. استاد یالا بفرمایید. چرتم. به عزیزم. راست میگی، بذار پس کاملش کنم. چیکارش کنی؟ هنوز کامل نشده.
قراره چی بشه؟ قراره که دختر پسندش کنم. به آره. چند نفر میتونی 2 نفر، خودم و خودش. سلام، حال صحبی. ببخشید. خب مستندت هم گرفتی. آبروی حیثیتمون رفت. خب باش تکمیل شد میایم دوباره. تکمیل شد حتما. من که الان اون روز تجهیز کردی که خانم تو که فلان میخواد بیاد. هیچ ببین به خدا اینو تهاتر میکنن، باور کن. من گفتم بیان بچه‌ها. آره کجا رفت؟ شده آره رئیس ها رو بزنیم باحال میشه. آره دیگه اگه انقدر پرایوت داریم برای خودمون یه جا درست میکنیم حیفه. این قطعا رنگ غذاه. بریم بالیم. بیا بریم بخوابیم. بودو میخوابه بالا رو ببین. بپر بالیم بالا. بالا قربونت برم. شب خیریه. بریم دریاچه دور بزنیم. یه بار سینگر خونه داشتم یه قهوه خوردیم و اومدیم یه پیاده روی بکنیم کنار دریاچه که بریم برای صبحونه. امروزمون اینجوری شروع شد. هوا یه مقدار گرمتر از دیروزه ولی در کل یه مقدار خلوت‌تره. اون ماشینایی که دیروز بودن رفتن، احتمالا یه سری دیگه امروز میاد ولی فعلا صبح خلوت‌تره. و اینم ویوی دریاچه اون اسبای وحشی. یه چیزی هست، یه رقصی هست میکنن این صبحونه بزنیم. چطور کاریه؟ به به خیلی خوشحالم که در جمعتونم. پیغامی دارم به نیمه گم شدم. داداش کجایی؟
باید یه ذره بازم جلوتر از متوجه میشی یه سری عضله رو باید استفاده کنی. سندروم پای بیقرار. ما اینجا با دست برو بالا، اول حس این بالا بودن همون اول یه کن. این ما رو بذار. همون تک بیا بالا، بیا 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 بیا. میشه یکیتون بیاد امتحان کنم؟ خب اینم نهایی چادر، تمیز و مرتب در خدمت شما. شبیه سوسیسه، مخفوف خودمه. عالی شده. برو ببین. باله. 1 2 3 بپر. 1 2 3 1 2 3 بپر. بپر مامان، بپر بالا. چه شود؟ یه بار دیگه. برگر رو آماده که شد خورد میکنین میزنین لای ماکارونی چه شود؟ ناهار چهارم امروز ساعت 6:30 و همچنان حماسه ناهار امروز ادامه داره. لوازم کمپ و سفر، تجهیزات ماشین، لباس و کفش و صندل و عینک. میخوای بهت بگم همه اینا رو کجا میتونی بگیری؟ مگه گزینه‌ای به جز کمپ شاپینگ هم میمونه؟ بیاتی دقیقا شاه کجا؟ چطور کاریه؟ این شاهپسند درگل پروتئین بود، هم خوب بود ولی گوش خوب نبود. گوشتیمو بگم؟ نظر گوشتیمو بگم؟ صبح روز پایانیتون بخیر. صبح روز پایانیمون بخیر. البته تون که الان که حالا شما اینجا دیگه فرق نمیکنه که کنار مایید. سر صبح خورده نگیرید، هنوز لود نشده مغز من. دیگه آرمارون باید بریم وسایل رو جمع کنیم و هیچ چیز نمیبینیم. ماشین رو برم دیگه باید بریم وسایل رو جمع کنیم و بریم به سمت خانه زیبای من. بریم جمع کنیم و شما رو به خداحافظی خوشحال کنیم. آخرین وعده غذاییمون صبحونه روز آخر، خامه و نان شیرمال به همراه مربا. کیکی ازی هم هست، آجیل هم هست. بابا لاک چری. وانت نگاه 4 تا وانت با آقا محمد ترکمان زمزم میزنیم. اما تو یه چیز دیگه میزنیم محمد ها. آفرین سلامتیتون. زمزم خنک بزنیم دیگه. آخرای مسیرمونه.
البته آب خیارشون از تخمم بهتره. نکات ایمنی رو جدی بگیرید. سلامت. خداحافظی. بابا این دوربین رو تمیز کن. مهم نیست. تو ادیت درست میشه. بریم که برسیم به خانه. یکی از وسایل باحالی که ما تهیه کردیم این کیفه. یعنی در واقع یه کوله هست دیگه. کیف که چی دارم میگم اصلا، یه کوله است که شبیه کوله های کاملا عادیه، ولی وقتی بازش میکنیم بوم. بریم بچینیمش. این کیف الان چیده شده با تقریبا 98% از ظرفیتش چیده شده. توی این قسمت که از همه برای من مورد علاقه تره لباس ها رو چیدم. فقط مهم اینه که شما درست تا کنین، وگرنه الکی جا میگیره و نمیتونید ببندینش. توی این یه پک وسایل حموم هستش که من اونو توی همون پک دقیقا جا شده. اینجا پاور بانک و لباس مثل چی بهش میگن اسکارف گذاشتم. توی کناره هاش انقدر جا داره که حتی کاپشن کم حجم جا دادم، یا مثلا حوله کمپیمو. توی این قسمت لباسای کوچیک‌تر، باز اینجا جوراب. و خوبیش اینه که 2 تا کیف مجزا داره و همه جدا میشن. این الان کیف لوازم آرایششه و تمام لوازم آرایشی که نیاز داشتم رو گذاشتم. باز اگه بخوام میتونید از این که من لباسای کوچیک رو گذاشتم استفاده کنید. اینم میره سر جاش دیگه. این که حالا بریم ببندیمش. روش داره بستنش، بهتون یاد میدم که بعدن راحت بشه. برای بستنش شما اول نیازه که این تهو بیارین رو. اینجا 2 تا چیز داره که اینا رو باید به هم دیگه برسونید. وقتی که اونا رو بستین الان نوبت زیپ میرسه. زیپ ها همین کناره. از یک سمت شروع کنین. زیپ خیلی پر، نه خیلی راحته ولی خیلی پرش کردم من. دیگه به هم میرسه. به خاطر اون کاپشن هست که گفتن. یه کمک کن به جای این فینگره. حالا اینجاش هم هنوز مال من خالیه ها. ببین همش خالیه. ببین مثلا این پاور بانک رو من گذاشتم این رو واسه اینکه استفادهش بیشتره. ممکنه یهو آدم نیاز داشته باشه دیگه نخواد همه یه چیزو باز کنه. کوله آتوسا رو که دیدید، حالا اینم توی یه ویدیوی دیگه داستانای خاص خودش رو داره دیگه. نوع چیدمانش رو که وسایل چی توشه و چطوری توشه و اینا خیلی دقیق با هم دیگه بررسی میکنیم که هر ویدیو یه چیز جدیدی داشته باشیم برای ارائه.